من در حال شیفت نگهبانی بودم که یکی اومد این جربه ها رو میگیرن، جربه رو خفه میکنن، میندازن تو جونی، بعد اینو میبرن، معلوم نیست که کجا میبرن. تعریف اون خودمون آقا هم بکنید. یا آقا پسری بود، کوچیک بود، حدوداً 10-15 سالش بود. جربه ها رو میگیره خفه میکنه، بعد جربه آزاری میکنه. بعد این روز آقای گفت که اینا نباید این جربه ها رو بگیرن. جربه های جناح نداره که جربه، اینا میاد جربه رو میگیره خفه میکنه. شما خودتون سند دیدین که میگیره؟ من یه سری دیدم به جربه ها پیش میکنن. بعد یه خانم شاکری هست، مدافع حقوق جربه هاست که اینجا خوراک رسانی میکنن. خوراک رسانی میکنه، شیر میخره میده به جربه ها. درست. میگه شیرش باید لانتستون نداشته باشه، چی اسمش؟ لاکتوز نداشته باشه، چون آره جربه ها مریض میشن. اون خانم در رابطه با اون قضیه خانم شاکری فراموش کنیم فعلا، در رابطه با حیوان آزاریش صحنه‌ای که دیدین از این آقا پسر از اون تعریف کنید. جربه ها رو میگیره سلاخی میکنه، خفه میکنه جربه رو. شما دیدین اینا رو؟ آره جربه آزار رو دیدم من. بعد میکردن تو جونی، یه جونی جربه بردن. یه گونی همون آقا پسر این کارو میکرده، کسای دیگه هم نقش دارن تو این داستان.